الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد. تا آمدن مولانا رحمت الله حفظه الله یک چند سخن دیگر میکنیم و انشاءالله که حضرت آمدن و اونها انشاءالله که صحبت ادامه میدهند. میخواهم که اطراف آیت 29 سوره دخان یک صحبت داشته باشم. بسیار عجایب آیت کلام الله هست که راستی هم انسانها در تعجب میزنند. خداوند جل شأنه در این آیه مبارکه قرآنی میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. صدق الله العظیم. الله جل شأنه در این آیه های مبارکه قرآنی اطراف سرسختترین دشمن خدا صحبت می کند. فرعون لعین که یکی از سرسختترین دشمن پروردگار عظیم و شان به شمار می رفت و حتی دعوای خدایی داشت: انا ربکم الاعلی. وقتا که خلق خود را و امت خود را جمع میکرد، برای اونها دایم یک تعلیمات داشت که من هستم پروردگار شما. لیکن بیچاره فراموش کرده بود که خداوند متعال او را از یک نطفه آفرید و از یک جای پلید بیرونش کرد و خار و ذلیل او را بر درون قبر میبرد. خداوند وقتا که قصه این سرکش را میکند میگوید: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. خداوند متعال میگوید که برای مرگ این طائفه انسانهایی که دستور الهی را زیر پا میکنند، دعوای خدایی دارند، بندگان را برای عبادت خود امر میکنند، آسمان و زمین نمیگیرد. راستی هم انسان در تعجب میزند که آیا انسان آسمان و زمین به مرگ انسان میگیرد؟ خدا میگوید که آسمان و زمین برای این نمود سرکشان نمیگیرد. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما که یکی از یاران پیغمبر گرامی قدر بود، مرد پیشش آمد گفت: یا ابا العباس ارأیت قول الله فما بكت عليهم السماء والارض وما كانوا منظرين. تو در اطراف این آیه مبارکه قرآنی که خدا میگوید که آسمان و زمین به مرگ بدبختان و سرکشان نمیگیرند، چی میگویی؟ حضرت فرمود، حضرت گفتن: نعم انه لیس احد من الخلائق الا وله باب فی السماء. خداوند تو ای سؤال دهنده هر را که خلق کرد، در این دنیا یک دروازه برای او در آسمان میکشاید. ینزل منه رزقه
وقتا که این که به دنیا آمد خداوند رزق و روزی او را میکشد و از همون آسمان و از همون دروازه اجازه رزق او را به پایان روان میکند. و یسعد منه عمله. حضرت میگوید که هر انسانی که در این روی زمین خدا خلقش کرد و هر عملی که میکنه در این دنیا یا عملی شایسته مقبول خداوندی است یا این که نافرمانی خدا را میکند، الله جل شأنه به واسطه اون ملائکه که خدا مقرر کرده است که هر روز عملهای ما و شما را می نویسند که از پیش خدا هیچ عملی ما و شما دور نمی شود، بر همون دروازه به پیش خدا برای حساب و کتاب می رود. حضرت می گوید فاذا مات ابن الادم، وقتا که همین انسان که از دنیا می گذرد، ففقده مصلاه، وقتا که جای نمازی که در او سجده میکرد، جای نمازی که قیام لیل در او راست میایستاد و میخواند، او مسجدی که در تاریکی های بامداد و خفتن در او را کشاده میکرد و صدای الله اکبر بالا میکرد، وقتا که دیگر میبرد و دیگر در او جای نمازش نیست، فبکت علی، این جای نماز میگیرید که این نمود انسان صالحی که هر روز نماز میگذاشت و این نمود انسان صالحی که رکوع و سجودش بالای من بود، دیگر بالای من نیست، میگوید و گریه میکند. و او آسمانی که عمل این از این زمین بر همو آسمان میرفت، وقتا که روزها میگذرد و دیگر بر همون دروازه عملهای او بالا نمیشوند. نماز میخوان، دیگر نماز او بر او دروازه بالا نمیشود، روزه او بالا نمیشود، صدقات او بالا نمیشود، اذکار و تسبیحات او بالا نمیشود. پس آسمان گریه میکند که این انسان صالح که بر درون من به پیش خدای بزرگ اعمالش میرفت، امروزها از دنیا گذشته است که عملهاش دیگر بالا نمیشوند. فما بکت علیهم السماء والارض وما كانوا منذرین. حضرت مجاهد رحمت الله علیه که یکی از تابعین و یکی از مفسران قرآن کریم است میفرماید ما مات مؤمن الا بکت علیه السماء والارض 40 صباحا. هر انسانی که از دنیا میگذرد، اکنون بنده مسلمان خطا یکی از این نمود انسانها اختیار کن. وقتا که مؤمن از دنیا میگذرد، این آسمان و زمین 40 روز برای همین بنده میگیرد. اما اگر بنده نافرمان و سرکش باشد، طاعت خدا و پیغمبر برای او قدر نداشته باشد، حکم الله و پیامبر برای او بازیچه باشد، قسم به خدا که به مرگ او زمین و آسمان میخندد. شاید هر روز این زمین از پروردگار خود اجازه پرسد که این نمود بدبختانه که بالای من راه میگردن، ای الله اجازه بده که من اینها را فرو بکشم. فما بکت علیهم السماء والارض وما كانوا منذرین. خدا میگوید آسمان و زمین برای بی خدایان، برای نافرمانها
و برای کسانی که حکم خدا و پیامبر برای او قدر ندارند نمیگیرند. حضرت میگوید که پرسیدم اتبکی الارض، حضرت مجاهد میگوید که پرسیدم که آیا این زمین میگیرید؟ قال اتعجب، تو تعجیب میکنی که آیا زمین میگیرید؟ در این کلام الهی تو شک داری؟ فما للارض لا تبکی و ما للسماء لا تبکی على عبد كان لتكبيره وتسبيحه فيها دوی كدوی النحل. چرا آسمان و زمین نگیرید؟ چرا به مردن یک مؤمنی مسلمان، به مردن یک عالم و خداترس، به مردن یک ذاکر، به مردن یک کسی که نمازهاش در مسجد است، چرا او آسمان نگیرید؟ چرا او زمین نگیرید که به تسبیحشو، به ذکرشو، به نمازشو، به قرائتشو، به قرآنش صدای او مثل صدای زنبور در آسمان شنیده میشو؟ چرا به مرگ اینها نگیرند؟ بندگان خداوند، یقین بدانید که خداوند متعال برای ما و شما دو راه را نشان داده است، پس اختیار در دست خود ما و شما است. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. کسی میخواه راه محمد اختیار کنه، راهی که راه نجات توست، راهی که راه سعادت تو در دنیا و در آخرت است، راهی که خداوند بر این راه تو را در او جنات و نعیم جایگزین میکند، راهی که آفریدگار تو خرسند میشود. اگر بخواهی این راه را اختیار کن، فمن شاء فلیکفر. اگر که بخواهی راه کسانی را اختیار کن که اونها به خدا و پیغمبر باور ندارند. اگر بخواهی راه کسانی را اختیار کن که حکم خدا و پیغمبر، نماز و روزه و اذان و قامت، زکات و حج و رمضان برای او قدری ندارد. لیکن یک چیز برای تو میگویم، این را هم فراموش نکن. این اعتدنا للظالمین نارا. من برای اون سرکشان و برای کسانی که راه محمد و اصحاب او را اختیار نمی کنند جهنم آماده کردم. باور کنید دوزخ میگیم هر روز، لیکن از وصف دوزخ بیخبر هستیم. در روایات آمده است که همین دوزخی که دوزخی ها در او انداخته می شوند 70 سال آتشش می زنند تا که سیاه شود، باز 70 سال دیگر آتشش می زنند سفید می شود، باز 70 سال دیگر آتشش می زنند بعد از آن سرخ می شود. بعد دوزخی ها داخل این آتش دوزخ کرده می شود. اگر طاقت این دوزخ داشته باشی، اگر طاقت عذاب الهی را داشته باشی، پس راه محمد ترک کن و راهی که شیطان او را اختیار کرده است، پس او راه را برای خود راهی پسندیده انتخاب کن.